خدا جان، اکنون تو رو دریافتم. با قلبم، با نگاهم، با نفسم بودنت را احساس می کنم. پس نگذار کسی میان من و تو درآید. از همگی دور بودن می خواهم، زیرا می ترسم. از دوباره گناه کردن و تو را فراموش کردنم می ترسم. وقتی غمگین بودم دنبال دوستی بودم که همدردم باشد، دلبرداریم کند. اما هنگام جستن دری برایم باز شد و از سمایش تو را دریافتم که همه برایم فراموش شد، حتی غمهایم. این دعاهایی که امروز با گریه نزد تو می رود، می دانم که با شادی باز پس می گردند. اگر غمها نمی بود شاید بسیاری ها بودن تو را فراموش می